سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به دومین پارت ماینکرافت. خب بچه ها، تو این سری اومدیم بریم کل فارم کلا همه چی بسازیم. البته بگم که الان ما پارت دوم هستیم و هنوز فکر کنم یا ابوالفضل اوکی روی 7 و اوکی. خب بچه توی این پارت اومدیم بریم خونه رو بسازیم و دیگه بی خانمان نباشیم و اوکی. اولین کاری که میکنیم بچه ها باید بریم کلی چوب جمع کنیم، اینا رو بکنیم. خب اوکی، غذا رو هم برداریم، اینم بکن اوکی. خب زغال هم نیاز داریم، اینه که تورچ بزنیم. خب اوکی، غذا بخوریم و بایستی. چرا لگ میمونه آجی؟ لگ میده. من اصلا تو سروری نیست بچه، نگاه سینگل پلیه. خب اوکی بچه ها، متریال هایی که میخوایم یکم که نه 116 تا استریپت بریچ لاگ و 244 تا هم بریک لنگز، 175 تا هم بریچ استریپ. البته بچه ها بگم که با هر چوبی که میتونیم بسازیم. من هم میخوام با این چوبا بسازم. این چوبا هم که واک استریپتا اون سفید هست اینا. خب حالا بایستید، حالا من تنفسم بعدم کرده باشه. استریپی چیه مثلا؟ درستش نمیدونم چیه، معذرت میخوام. اوکی باید بریم بچه چوب بکنیم. البته خب من دیگه موقعی که چوب میکنم سرعت ویدیو رو زیاد میکنم دیگه. بابا چه لگی، اصلا لگ حساب آدم بود بچه. وای لگ اینترنتی نیست که بابا، سرور خودمه، دنیای خودمه، اینترنتی نیست. ای خدا. خب اوکی بچه ها، یکم چوب کندیم، البته یکم دیگه میخوام بکنیم. یه قارم پیدا کردیم، الان که نمیریم تو قار، خیلی خطرناکه. حالا بعدا میریم، الان یکم چوب بکنیم بعدش بریم. بالاخره تموم شد، کمرم شکست بچه. خب الان ما 10 سک و نیم چوب داریم. نگاه کنید لاگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینم دهم. خب اوکی. خب اوکی یا ابوالفضل نزدیک بود خودم رو بندازم. بچه ها متریال دیگه ای که نیاز داریم، فکر کنم آهنم نیاز داشتیم برای لنترن، ولی خب ما لنترن نمیخوایم، با تورچ هم میتونیم خونمون رو درست کنیم. البته بعدا باز میریم لنترن درست میکنیم با آهن و باز بعد بینیم فول آیرون هم بشیم که حالا بعدا میریم. اول بریم خونمون رو درست کنیم، بعدش بچه ها دیگه شاید پارت بعدی بریم قار همون ماین کنیم، مثلا آهن بگیریم و اینا که پارت بعدی میریم. اوکی اینجا هم یه قار هستا. اوکی بچه ها نگاه کنی هستا امرالد آجی، امرالد پشما. یه لحظه فکر کردم دایمنده ولی امرالد. دارشو زامبی. اوکی تا بریم ببینیم متریال های خونه دیگه چیه،
کل متریال ها رو توی چست آماده میکنیم. بریم لیتس گو. خب آقا باید اینا رو هم اینجوری کنیم، اینجوری بکنیم که خیلی زمان نمیبره ولی تبرامون فکر کنم بشکنه. حالا بریم ببینیم چی میشه. اینجوری شدن، حالا باید بکنیم. هی خدا. خب بچه کارمونم اینجا تموم شد و اینا رو هم بذاریم توی چست. متریال ها رو کم کم داریم جمع میکنیم و ما به 224 تا هم بلنکس نیاز داریم. خب آقا ببینیم چرا اینجوری شده. بچه من اینا رو یعنی درست کردم. نگاه کنید فقط 2 استک برم چی موند. از 10 استک فقط 2 استک موند. البته هنوز متریال ها دیگه هم مونده که بچه ها 60 تا برگ نیاز داریم. برگ درخت که برای برگ درختان داشته باشیم باید بریم آهن جمع کنیم برای که بتونیم قیچی درست کنیم. ولی خب حالا ما برگ نمیخوایم، ولش کنیم برای تزیینه که بعدا هر وقت رفتیم توی غار و قیچی پیدا کردیم قیچی درست کردیم بعد میایم برگ میکنیم و تزیینش میکنیم خونه رو. الان ما 20 تا گلاس نیاز داریم، به 20 تا گلاس که الان برای گلاس هم ما باید بریم شن بکنیم که برای که شن پیدا کنیم باید بریم جای رودخونه. چرا من 3 تا اینجوری داریم؟ بچه من رد دادم دیگه واقعا. بریم و شن بکنیم. Let's go. Hey Nate, how's life? I don't know. It's alright. یک دونه ولی بازم میتونیم مثلا فارم لاوا درست کنیم باش. البته هنوز متریال های فارم لاوا رو ندارم. بریم شن بکنیم. Let's go. برگردیم. Let's go. او شیت پیجر بچه یا اول فصل فرار برگردیم بریم آقا جان بخوابیم فقط. Let's go. بخوابیم. اوکی. خب همین قدر بچه سند خوبه دیگه، همینقدر 37 تا سند که الان ما فرنس رو بذاریم اینجا، بذاریم اینا بپزه و وقتی که اینا بپزه ما بریم چوب بکنیم. نه ولش کن بچه. یا بفرست چی میگی آقا؟ چی میگی گوسفنده؟ داری چی کار میکنی باش حاجی؟ دوربین چی ولش کن تا وقتی که بچه سندا بپزه ویدیو رو کات میکنیم. Let's go. خب آقا برگشتیم بریم ببینیم اینا. نه هنوز نرسیدیم. همین قدر خوبه بچه دیگه. استیک ما از اینا خیلی نیاز داریم. 48 تا درست کردیم. خب ایزی اینا هم که بجنیم بپزه اینا هم اینجا. اوکی بچه متریال های بیس درست شد. حالا باید بریم خود بیس رو درست کنیم که بچه خیلی زمان میبره تا بیس رو درست کنیم. بریم بیس هم البته بایستی بچه باید اینجا رو یکم صاف کنم. البته من یکم صاف کردم ولی هنوزم باید اون درش یکم صاف کنم. میبینید اینجا
خب آقا اصلا هم برداشت بریم برای ساخت بیس. Let's go. بالاخره تموم شد این پروژه سنگین. البته حالا باز ببینیم ما بریم فارم درست کنیم چقدر سخته. این هم از خونه زیبامون که بچه ساختیم بالاخره، که الان توش ولی بچه نساختم. برید توش رو نگاه کنین. توش هم بچه هنوز دیزاین نکردم، ولی اونجا رو باید اسلب بزنم. بچه اسلب هم بده همون گذاشتم. اسلب باید اونجا رو بذارم که باز بعدا میذارم ویدیوی بعدی. و تا وقتی حالا بریم تختمون رو بیاریم واسید که خونمون با همین تخت زیباشه. البته همینجوری زیبا هم هست. خب اوکی و تمام دیگه بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خداحافظ بچه.